ضبط هم نزدم. خب پس هدفمون اینه که یک تابعی بنویسیم که به روش نصف کردن بیاد حل کنه و ریشه معادله ما رو پیدا کنه. خب پس اول از همه فانکشن رو می نویسیم. یه سری پارامتر خروجی میخوایم نگه داریم، یه تابعی داریم به اسم سکشن، یه سری آرگومان داریم، یه کارهایی میخوایم انجام بدیم و در نهایت اند رو داریم. حالا اول از همه مشخص کنیم چیا رو میخوایم نگه داریم. اول از همه، مهمتر از همه، ریشه است. یعنی من دارم حل میکنم که ریشه رو پیدا کنم دیگه، ریشه معادلم پیدا کنم. بعد توی محاسبات عددی برای ما مهمه که ببینیم توی چند تا تکرار به اون ریشه رسیدیم با اون دقتی که مد نظرمون بوده. بنابراین ایتریشنی هم که نیاز دارم رو یعنی ایتریشنی که رسیدم باهاش به جواب رو ذخیره میکنم. حالا آرگومانای من چیه؟ اولا چون تابع بی سکشن ما یه تابع جنرالیه، یعنی برای هر تابعی قرار کار کنه، پس یک تابع افی ورودی میگیره دیگه که اون تابعیه که میخوایم ریشه‌شو پیدا کنیم. و توی یک بازه آتابی قراره این جستجو رو انجام بده، نصف کنه و ریشه رو پیدا کنه. بنابراین یک سر و ته بازه‌ای هم میخوایم. بعد از اون ما یک تولرانسی میخوایم که ببینیم آقا من وقتی مثلا با یعنی اینقدر دیگه نزدیک شدم به جواب، دیگه فرض میکنم اون جوابه، چون ما نمیتونیم تو حل عددی به جواب دقیق برسیم. در اغلب مواقع داریم یک تقریبی از جواب به دست میاریم دیگه. و در نهایت یک ماکسیموم ایتریشنی هم میذارم که اگر جوابم دیدم همگرا نمیشه، دیگه توی حلقه بی نهایت گیر نکنم و در واقع مشکلی برام پیش نیاد. خب حالا میریم سراغ این که بنویسیم برنامه‌مون دیگه. اول از همه ایتریشنی که دارم میذارم صفر، تو تعداد تکرار صفر رو من در واقع. بعد میام میگم تا زمانی که یک کاندیشنی دارم، بیا اون سر و ته بازه رو کم و زیاد کن و در نهایت یه اند دارم. حالا اون کاندیشنه چیه؟ کاندیشن من دو تا مورده. اینطوریه که طول بازه من بی منهای آ تقسیم بر 2 باید بزرگتر از تولرانس من باشه. این یک شرط. و دو تا اند میزنم. این امپرسندی که گذاشتم حالا احتمالاً بدونید شیفت و 7 برای کیبورد من. حالا ممکنه کیبورد شما فرق داشته باشه. یعنی میخوام این دو تا شرطی که مینویسم همزمان برقرار بشه و ایتریشنمون هم کمتر از ماکسیموم ایتریشنمون باشه. یعنی اینجا مشخص میکنه که اون به اون دقت رسیدیم یا نه. اینجا مشخص میکنه که اصلا اون تعداد تکراری که میخواستم جوابم همگرا شد یا نه. حالا توی وایل چیکار کنیم؟ قدم اول الگوریتم این بود که بیایم بذاریم یعنی نقطه وسط بازه دیگه آی به علاوه b تقسیم بر 2، یعنی نقطه وسط بازه رو پیدا کردیم. خب اگر f(x) من، یعنی مقدار تابعم توی نقطه وسط من، مساوی بود با 1 مساوی علامت انتصاب، 2 مساوی برای مقایسه و توی ایف و اینجور چیزا به کار میره، حواستون باشه. نامساوی هم یک علامت مد و مساویه توی مطلب. حالا تو پایتون علامت تعجب مساویه، مثلا تو جاوا و اینا هم همینطور، ولی توی مطلب علامت مد و مساوی. خب اگر این مساوی 0 بود، یعنی من رسیدم به ریشه دیگه، بنابراین بریک میکنم، از حلقم میذارم بیرون دیگه، نیازی نیست بررسی بیشتری انجام بدم. else if چیکار میکنم؟ یعنی در صورتی که f(a) یعنی اول بازمون و f(x) مون هم علامت بودن، یعنی در f(x) نقطه وسط بازمون هم علامت بودن بزرگتر از 0. خب در این صورت a رو مساوی x قرار میدم دیگه. چرا؟
یعنی وقتی که وسط بازمون با اول بازمون هم علامت باشه، یعنی تو نیمه سمت راست بازه باید دنبال جواب بگردیم. یه الس هم میذارم که میاد چیکار میکنه، b رو مساوی x قرار میده. یعنی خب اگر مساوی نشد و بزرگتر از صفر نبود، یعنی هم علامت نبودن، پس در واقع ناهم علامتن دیگه، بنابراین تو نیمه سمت چپ باید دنبالش بگردیم. و خب در نهایت هم اندو میذارم دیگه. این انده برای ایفمونه، حواستون باشه به اندها. و قبل از اینکه از حلقم برم بیرون، برای اینکه لوپم بی نهایت نشه توی حلقه های وایل، حتما باید ایتریتورم رو یا شمارندم رو دستی اضافه کنم. ایتر مساوی ایتر به علاوه 1. خب بیرون حلقه وایلم، یعنی اینجا اگه دقت کنید خود اینجا یه خطی گذاشته که من اینو ببندم، حلقه وایلم بسته میشه راحت. ولی خب من باز میکنم که شما کد رو هم ببینید. قبل از اند آخری که مربوط به تابعه، چون من میخوام هنوز تابعه رو بنویسم، من الان توی حلقه وایل چیکار کردم؟ سر و ته بازه رو هی کم و زیاد کردم تا برسم به اون دقتی که میخوام. خب اوکی، ریشه من چی میشه؟ میشه آی به علاوه b تقسیم بر 2. حالا برای این که بیام نشون بدم درست با یه فرمت مناسبی ریشه و ایتریتورم رو، میام چیکار میکنم؟ از فرمت استرینگ استفاده میکنم. فرمت استرینگ چجوریه؟ اینطوریه که هم رشته داره، هم یه سری جای خالی داره که ما با وریبل هامون، متغیر هامون، میایم اونو جای خالی ها رو پر میکنیم. توی مطلب ما از دستور f استفاده میکنیم برای تولید فرمت استرینگ. توی پایتون مثلا توی همون پرینت یه f میذاشتیم، بعد حالا اون آرگومان ها رو مشخص میکردیم دیگه. ولی خب اینجا دستورش انحصاراً به جای اینکه از دیسپ استفاده کنم که فقط رشته رو نشون داد، این از فرمت استرینگ استفاده میکنم. اینجا f استفاده میکنم. اول میگم که روت من میشه یه چیزی، و بعد بیرون از اونجا، بیرون از این رشته‌ای که قرار خروجی بدم، به عنوان آرگومان دوم در واقع f اون مقدار متغیرم که روت باشه رو میخوام بدم. حالا روت من از چه جنسیه؟ از جنس فلوته، یعنی ممکنه که عدد اعشاری باشه. من میخوام تا چند رقم نشون بدم؟ مثلا 6 رقم اعشار میخوام نشون بدم. خب و در نهایت برای اینکه فرمت هم قشنگ تر بشه، یه بک اسلش n میذارم که بره خط بعدی. این تا اینجا اوکی؟ آیا اوکیه یا نات اوکی؟ که من ایتریتورم بگم چجوری چاپ میکنیم، بعد بریم ادامش. خب به نظر میرسه که اوکی، چیزی نمیبینم من. خب برای اینکه ایتریتور رو چاپ کنم، دوباره به همین صورت عمل میکنم. f میکنم و یه رشته ای دارم، یه ایتریتور رو قراره چاپ کنم دیگه. توی رشته میگم که ایتریتور من رو بیا چاپ کن و یه درصد میذارم، یه دی میذارم اینجا. چرا؟ چون دسیماله، عدد صحیحه. من اینجا دقت کنید اول صفر تعریفش کردم ایتریتورم رو، بعد هر مرحله به علاوه یکش کردم. از جنس فلوت نیستش، دسیماله. پس همون بک اسلش در واقع درصد دی کافیه. یه بک اسلش ان هم دوباره اینجا میذارم که بره خط بعدی. این دوتا خط فقط و فقط برای اینه که ظاهر نمایشی ماجرامون قشنگ تر بشه. یعنی شما میتونید اصلا اینا رو نذارید و فقط خود اون روت و ایتریتور رو بعداً چاپ کنید، این هیچ مشکلی نخواهید. میام حالا تابعی که نوشتم رو به اسم همون bsection.m سیو میکنم. این اگر دقت کنید اینجا اومد توی کارنت فولدر من bsection.m قرار گرفت. حالا یه تابعی رو میخوام پارامتری تعریف کنم. از خود bsection سوال دارید آیا؟
برای اینکه یه تابعی رو پارامتری تعریف کنم، مثلا بگم که f(x) مساویه با x به علاوه کوسینوس x مثلا باشه، یه چنین ضابطه‌ای رو بخوام تعریف کنم، توی مطلب چیکار میکنم؟ می‌نویسم که f مساویه با یه ادساین میذارم، پرانتز بازو بسته، توی پرانتز میام متغیرهای ورودیمو میدم. یعنی چی؟ یعنی x اینجا دیگه. حالا اگر x و y بود x و y میذاشتید، ولی خب اینجا فقط x، ما یه تابع ساده رو می‌خوایم بررسی کنیم. مثلا بعد ضابطه تابعمو با اسپیس می‌نویسم که x به علاوه کوسینوس x بود دیگه. من اگر این رو الان اینتر بزنم، حالا یه سمیکالن هم میذارم که اینجا چاپش نکنه، توی ورک اسپیس من نگاه کنید اومد چیکار کرد؟ یک افی تعریف کرد به اسم فانکشنال هندل، یعنی تابع تعریف کرد اینجا که مقدارش همینه دیگه. حالا ما میتونیم به جای x مقدار مختلف بدیم. حالا میایم بیسکشن رو روی این f صدا میزنیم. اول مقدارهای خروجیمون رو مشخص میکنیم. یه روت بود، نگاه کنید اینجا یه روت داریم، یه ایتریتور داریم مساویه با بیسکشن. خب اولین آرگومان من چیه؟ f. این اولین آرگومان من f، این همین f که اینجا تعریف کردم، f رو میدم به اینجا. پس دومین آرگومان من آ اول بازه، فکر کنم تو بازه منهای 1 و 1 جواب داشته باشه، فکر کنم. حالا بذاریم ببینیم میشه یا نه. آ منهای 1 باشه، بی هم 1 باشه، یعنی تو بازه منهای 1 تا 1. تولرانس من چجوری باشه؟ 1 ای منهای 6. 1 ای منهای 6 یعنی چی؟ یعنی 10 به توان منهای 6. یعنی این به صورت نماد علمی نوشته میشه و ای منهای 6 10 به توان منهای 6 نیست و اون یک رو حتما باید بنویسید. این ممکنه بعضی وقتا براتون دوچار مشکل بشه. آخریش چی؟ آرگومان آخر من مکس ایتریشنه که من میخوام نهایتا دیگه توی 100 تا به جواب برسه، توی 100 تا ایتریشن. اگر به جواب نرسید دیگه بیخیال میشم. الان همه آرگومانامو دادم به تابعم، یه اینتر بزنم، همونطور که انتظار میرفت از فرمت استرینگ من اومد چاپ کرد برای من. گفت آقا روت تو، ریشه تو مساوی این عدده منهای خورده‌ای که نگاه کنید این تا 6 رقم اعشار چاپ کرد. چرا؟ چون من اینجا بهش گفته بودم تا 6 رقم چاپ کن. من اگه بهشون گفتم تا مثلا 3 رقم چاپ کن، میومد 3 رقم چاپ میکرد. خب و در نهایت میگه که توی چند تا ایتریشن، توی 20 تا ایتریشن من به جواب رسیدم. یعنی همون چیزی که برای من کافی بود. همین. فقط یه چیزی که فکر کنم، ببخشید بله 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 این ادساینی که گذاشتین رو یه بار توضیح میدید؟ من اصلا نفهمیدم. بله بله ببین الان اینا رو پاک کنم مشکلی ندارید؟ CLC نه کنم؟ اوکی. خب ببین من میخوام یه تابعی تعریف کنم، مثلا fx مساویه با 5x 5x به توان 2 به علاوه log x. خب یه چنین چیزی میخوام تعریف کنم ضابطش رو، چون من باید تابع به در واقع این ورودی بدم دیگه. آها. خب برای اینکه اینو تعریف کنم، حالا اینکه الان احتمالا ارور بده، میام چیکار میکنم؟ میگم که f که میخوام به این ورودی بدمش، حالا بذار یه f بزرگ بنویسیم که با اون fی که قبلا نوشته بودیم قاطی نشه. f مساویه با یه ادساین میذارم، یه پرانتز، توی پرانتز ورودیامو میدادم. مثلا اینجا x ورودی من. خب اگر دو متغیره بود مثلا میذاشتم x و y. خب یه اسپیس میزنم، بعد ضابطه تابعمو مینویسم، همین چیزی که اینجا نوشتم بر حسب در واقع همون چیزی که نوشتم. اوکی الان؟ اوکی. حل. مرسی. خواهش میکنم. همین دیگه. حالا من این